از چت جی پی تی پرسیدم فرمول موفقیت آهنگای هیت چیه تا بدونم من ترانه‌سرا و سانگرایتر باید چیکار کنم که آهنگم هیت بشه. بریم ببینیم چه جوابی بهم داده. اول از همه گفته که فرمول ثابتی برای ساخت آهنگ هیت وجود نداره، چون موسیقی مثل جادو کار میکنه و عوامل مختلفی در هیت شدن یه آهنگ نقش دارن. این عوامل مثل زمان، ترندها، حال و هوای مخاطبن و البته شانس هم که توش دخیله. اما به هر جهت همه آهنگای هیت با هم دیگه یه سری المان مشترک دارن که اگر اون المان‌ها رو توی ترانه‌سرای آهنگسازیمون رعایت بکنیم شانس موفقیت و هیت شدن آهنگمون بالاتر میره. اولیش هوک کشنده یا The Killer Hook. هوک در واقع یک قسمتی از ترانه یا ملودیه که مثل یک قلاب عمل میکنه، یعنی میفته مخاطب رو میگیره و دنبال خودش میکشونه. هوک رو ما هم در تولید محتوا داریم، هم توی فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها داریم و هم در ترانه سرایی و ملودی سازی. معمولا حالا این هوک رو در ترانه سرایی میان در کورس کار قرار میدن، یعنی در ترجیباً همون بندی که تکرار میشه 2-3 بار توی یه ترانه. گفته که ویژگی هوک اینه که اولا هوک اون بخشیه که توی ذهن میمونه و مخاطب ناخودآگاه زمزمش میکنه، باید ساده، تکرارپذیر و احساسی باشه، یه جمله کوتاه که فوراً حس رو منتقل بکنه. و خیلی جالبه گفته کلمه‌های تصویری و قابل لمس و قابل حس مثل آتیش، شب، آغوش، اینا برای هوک شدن تاثیر خیلی بیشتری دارن. ملودی جذاب و به یاد موندنی یا سینگبل. ببین سینگبل یعنی اینکه برای همه افراد قابل خوندن باشه. فرض کن یه موسیقی سنتی مثل صنمای همایون شجریان. با من صنما خوندن اون آهنگ برای همه آدم آسون نیست. معمولا این ویژگی موسیقی های سنتیه که ملودیشون رو خیلی به راحتی نمیشه خوند، اما موسیقی های پاپ راحت ترن و ملودی که نه خیلی اوج داشته باشه نه خیلی پایین باشه، یعنی زیر و بمش خیلی زیاد نباشه و توی یه اکتاوی باشه که برای همه آدما خیلی راحته با حنجره‌شون اون صدا رو در بیارن، میشه سینگبل. البته جدا از این موضوع از نظر نوت ها بالا پایین شدن و کشش و اینها به یاد موندنی باشه و مخاطب بعد از شنیدنش بتونه بهش گوش کنه. و خیلی جالبه گفته که اعتیاد آور هم باشه و معمولاً توی کورس هم باز این اتفاق میفته. یه مثال خیلی خوب که بخوام بهتون بزنم آهنگ اتفاق از روزبه بمانیه. خب یکی از هیت ترین آهنگای روزبه بمانی اتفاق دیگه. مثل قلبم، مثل رویام، مثل جونم، مثل چشمام، یعنی کجا باید برم و اتفاق. 2 تا آهنگن که تقریبا میشه گفت همه آدما گوش دادن و دوستشون دارن و دقیقاً قسمت هوک کشنده و ملودی جذاب و به یاد موندنی توی این آهنگ وجود داره. ببین من از وقتی تو رو دیدم زمان 1 ثانیم نگذشت. و خیلی جالبه که این ملودی کاملا آدم رو دنبال خودش میکشونه، یعنی تو برای به یاد آوردن این ترانه و این ملودی نیازی نداری که خیلی فکر کنی که خب الان ملودیش چجوری بود، الان ترانهش چی بود. انگار که شروع استارتش رو که میزنه تو رو دنبال خودش میکشونه و باعث هیت شدن این کار شده. و دقیقاً هم میبینید که از کلمات ساده و تکرارپذیر و احساسی استفاده کرده. ملودیش خیلی ساده است، سینگبله و ویژگی‌هایی که توی این 2 تا مورد گفته توی آهنگ اتفاق روزبه بمانی وجود داره. کلمات ساده اما پرحس. میگه که مردم با جملات فلسفی عمیق کمتر ارتباط میگیرن و این موضوع درسته و روز به روز داره بیشتر نمود پیدا میکنه، یعنی ترانه ها به سمت ساده تر شدن میرن. روزبه بمانی رو مثال زدم، بیام اینجا ادامهش بدم. ایشون 2 دهه هست که ما داریم کاراشو میشنویم، از دهه 80 مثلا سال 85 اینطورا. و شما وقتی برید عقب میبینید که اون موقع شاید یک مقدار ترانه‌هاش نسبت به الان سنگین تر بود، اما نکته جالبش اینه همون موقع روزبه بمانی آدمی بود که ساده مینوشت و سهل ممتنع بود ترانه‌هاش. سهل ممتنع یعنی اینکه، یا سهل و ممتنع یعنی در عین سادگی مفاهیم عمیق میاری توی ترانت. این خیلی مهمه که از کلمات فلسفی و عمیق و
جملات انتزاعی خیلی توی ترانت استفاده نکنی و برای همه آدم کاملا قابل درک و فهم باشه کلماتت. از زبان محاوره و جملات روزمره استفاده کن. گفته بمون یا نرو قوی تر از خواهش میکنم در کنارم بمانه. جالب بود. رابطه با ترندها. میگه که آهنگای هیت معمولاً یه ارتباطی با ترندهای روز یا با اتفاقات اجتماعی دارن، با چیزایی که توی جامعه اتفاق میفته ارتباطی دارن. و گفته حتما هم امضای شخصی تو اضافه کن که آهنگ تاریخ انقضا نداشته باشه. یعنی اگه مثلا الان یه اتفاق موقتی میفته تو جامعه و من بیام دقیقاً منطبق بر اون اتفاق بنویسم، هیت میشه آهنگم، ممکنه هیت بشه، ولی تاریخ انقضا هم داره. ولی یه سری موارد تو میای مطابق با اون ترنده مینویسی، اما یه کمی کلی‌تر و یه جوری مینویسی که انقضا نداشته باشه. حالا یه مثال خیلی جالب برای این رابطه با ترندها، آهنگ برایه از شروینه. من مطمئنم شروین موقعی که اون آهنگو ساخت یعنی هدفش این نبود که هیت بشه آهنگش، صرفا یه ایده رو برداشت. یعنی شروین دید که توی توییتر یه ترندی رو افتاده برای مثلا حسرت یا زندگی معمولی، برای مثلا پیروز، برای دخترها، برای این برای اون. و شروین به عنوان یه هنرمند، به عنوان یه سانگ رایتر اینجا این ایده به ذهنش زد که بیام از اینا استفاده کنم یا آهنگ بسازم. و از اونجایی که هم خیلی احساسی بود هم خیلی ساده بود، یعنی تمام اون ویژگی‌هایی که بالاتر گفتم، کلمات ساده و پر از احساس داشت، ملودیش جذاب به یاد موندنی، سینگبل بود، هوک داشت و از طرفی با ترندها هم کاملا همسو بود، به شدت هیت شد. یعنی من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در عرض یک روز این آهنگ توی اینستاگرام شروین 40 میلیون ویو خورد. یه چیزی خیلی غیر معموله که یه ویدیو تو ایران اونم 40 میلیون ویو بخوره، ولی این اتفاق افتاد. پس اگر که آهنگت به روز باشه، یعنی با یک ترندی حالا توی جامعه یا با یک ترندی تو موسیقی همسو باشه، میگیره. اگه میخوای بدونی همه این ترفندا چطور تو هیت ترین آهنگ شادمهر عقیلی و یکی دیگه از پر مخاطب ترین آهنگای پاپ اجرا شده، حتما ویدیو بعدی رو ببین. اونجا این فرمولا رو با مثال واقعی تحلیل میکنیم.